خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک دوستان و عزیزانی که صدای بنده رو شنوا هستند. تصمیم گرفتم این جلسه رو به صورت صوت در واقع فایل صوتی برای شما ضبط و ارسال بکنم بنا به شرایطی که اینترنت فعلا اجازه نمیده، ولی خب نسبت به شرایطی که پیش اومده این بهترین گزینه‌ای هست که روی میز داریم. عرض کنم خدمتتون که ما بحثی داریم به اسم جنگ کواکب و یا بحث اینکه کدوم بر کدوم میتونه در یک جنگ غالب بشه و کدوم مغلوب میشه و همچین صحبت‌هایی رو در علم آسترولوژی داریم. اساسا ما در همه صحبت هامون به این موضوع اشاره میکنیم که همه موضوع هایی که ما تا به الان صحبت کردیم این مسئله وجود داشته که گفتیم آقا آسترولوژی زمانی خوبه که ما آسترونومی رو بلد باشیم. کلا اساس و قانون ها و حالا 0 تا 100 آسترولوژی از آسترونومی به وجود اومده، یعنی از چگونگی حرکات کواکب، از چگونگی مدار اونها، سرعت اونها، گردش اونها، رجعت اونها و همه این صحبت هایی که تا الان داشتیم. و این رو هممون میدونیم که هر چقدر یک منجم در امر رصد آگاه تر باشه اونقدر حکمای قوی میتونه صادر بکنه. چرا؟ چون از فوت و فن این که چجوری کواکب دارن حرکت میکنن بهتر از هر کس دیگری آگاهه. خب حالا ما 2 تا بحث داریم، یکی جنگ کواکبه، یکی حاله است که در واقع سیاره‌ای در حاله و در واقع شعاع انوار خورشید قرار میگیره و میسوزه. خب این یک بحثه و بحث دوممون مربوط میشه به طول دایره البرجی، یعنی مسافتی که طی کرده از نقطه شروعش تا نقطه فعلی خودش. حالا ما موضوع اولمون اگر برگردیم و با هم دیگه صحبت بکنیم که جنگ کواکب یعنی چی؟ جنگ کواکب یعنی 2 سیاره در یک راستایی دارن حرکت میکنند. خب مثال میگم در طول حرکتشون هر 2 کوکب به برج مثال جوزا رسیدند یا برج اسد رسیدند. خب زمانی که 2 تا کوکب در یک برج قرار میگیره، وقتی حد فاصل اینها کمتر میشه، مثال میگم اختلاف اینها به 1 درجه میرسه یا به 2 درجه کمتر. خب یک کوکب کند داره حرکت میکنه، یک کوکب داره سریع و سیر داره حرکت میکنه. درست شد؟ اینها در یک برجی مثل برج اسد در یک جا قرار گرفتند که در یک طول دایره البرجیه، یعنی در واقع مسافتی که در طول کروی بودن حرکت اینها طی شده در یک جایگاه خاصی به همدیگه میرسند، یعنی طول حرکتی دایره البرجی اونها یک مقداره، حالا با فاصله اندک. خب اگر این فاصله به کمتر از 1 درجه، حتی به کمتر از 2 درجه به پایین برسه، به اصطلاح علم آسترولوژی میگن که ما بین 2 کوکب جنگ اتفاق افتاده، یعنی اینها با هم یه مبارزه میکنند تا مشخص بشه که اثر کدوم کوکب در اون خونه و در اون برج حکمران خواهد بود. خب فرض مثال ما فرض میکنیم که سیاره زهره و مریخ هر 2 در برج جوزا قرار گرفتند. خب یکیشون 18 درجه هست، 18 درجه از برج جوزا رو طی کرده. خب مثال برج زهره 18 درجه طی کرده.
مریخ چقدر طی کرده؟ مریخ 19 درجه طی کرده. درست شد؟ یعنی دقیقاً 1 درجه با هم دیگه اختلاف دارند. زهره 1 درجه عقب‌تره، مریخ 1 درجه از زهره جلوتر داره حرکت میکنه. به این حالت میگن جنگ کواکب. تا اینکه اینها جنگ بکنن ببینیم که حالا از اینم باز دوباره برمیگرده به حالتهای آسترونومی و در واقع جو اونها، جرم اونها، سرعت اونها، خواص اونها و بسیار صحبتهای دیگری که نمیخوام سردرد بدم برای شما. حالا قانونی وجود داره در علم آسترولوژی، خب، که به اصطلاح به اون یودها گفته میشه. خب زمانی اتفاق میفته که از 2 درجه پایین تر و به خصوص 1 درجه اختلاف باشه بین 2 کوکبی که در یک برج کنار همدیگه قرار گرفتند. این قانون چی میگه؟ میگه اگر در این حالتی که زهره 18 درجه طی کرده و مریخ 19 درجه، یعنی کوکبی که عقب‌تره اون حکمران میشه به کوکبی که داره جلوتر حرکت میکنه. به این قانون یودها و یا جنگ کواکب گفته میشه. خب پس سیاره‌ای که عقب‌تر هست، 1 درجه عقب‌تر هست، وقتی که میخواد بیاد با اون کوکب همسان بشه، هم درجه بشه، خب، یا اصلا نسبت به سرعت سیر حرکتی اینها، وقتی میخواد از اون کوکب رد بشه، کوکب عقبی یعنی زهره‌ای که 18 درجه داره و مریخ که 19 درجه داره، زهره اگر بخواد از مریخ رد بشه یا با مریخ همسان بشه، هم رتبه بشه، اثر خودش رو روی مریخ میذاره. یعنی چی؟ یعنی زهره حاکم میشه بر روی مریخ و این جنگ رو پیروز میشه. قانون غالب و مغلوب بودن در مابین جنگ کواکب اینه. میگه کوکبی که عقب‌تره همیشه پیروز میشه به کوکبی که داره جلوتر از او حرکت میکنه. به شرط چی؟ به شرط اینکه از 2 درجه کمتر و به خصوص بهترین حالتش اینه که 1 درجه اختلاف داشته باشه با کوکبی که جلوتر از خودش داره حرکت میکنه. خب حالا میگم باز این برمیگرده به اینکه به انتقال قدرت ها، به اینکه سرعت کوکب در چه حد فاصلی بوده، در چه مداری داره حرکت میکنه. ما صرفا توی آسترولوژی چارت رو باز میکنیم و یک در واقع بینش کلی داریم، نگاه میکنیم میگیم که بله مریخ و مثال میگم زهره تو برج جوزا هستند. این بینش نسبی ما هست، این بینشی است که نرم افزارها به ما این رو داده، در حالتی که مدارات این رو اگر بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم خیلی متفاوت تر از اون چیزی خواهد بود که ما در چارت ها مشاهده میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ممکنه که حد فاصل، ببینید 2 تا کوکب با هم دیگه فاصله دارند، هیچ وقت در یک مدار، در یک نقطه جغرافیایی از طول عرض در واقع منطقه البروج هیچ وقت یکسان حرکت نمی‌کنن. اینها به تبع مدارات خاصی دارن، به تبع در حد فاصله خاصی از خورشید و کواکب دیگر با هم دیگه اون گرانش خودشون رو حفظ کردند. خب پس نتیجه به ما این رو میده، احکام آسترولوژی به ما این رو میگه که همیشه هیچ وقت در آسترولوژی چیز ثابتی وجود نداره، نسبت به شرایط هاست که احکام آسترولوژی صادر میشه. وقتی که ما میخوایم بیایم و در مورد جنگ کواکب با هم دیگه صحبت بکنیم، الان فعلا با این شرایط، با این ذهنیت دوستان، تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که جنگ کواکب به صورت خلاصه مختصر مفید، 2 سیاره‌ای که در یک برج به حد فاصله 2 درجه کمتر الی 1 درجه به هم دیگه برسند، ما بین اونا جنگ میافته تا اینکه برای خودشون اثبات بکنن که کدوم بر دیگری قراره که
اون اثر خاص خودش رو روی کوکب دیگری بذاره. و قانون آسترولوژی به ما میگه که سیاره‌ای که عقب‌تر هست به سیاره‌ای که جلوتر داره حرکت میکنه حکمرانی میکنه. این جنگ رو پیروز میشه مگر در حالتی که در حاله خورشید قرار گرفته باشه. یعنی چی؟ ما در جلسات اول یه گذری هم بر در واقع احراق کواکب با هم دیگه صحبت کردیم که در شرایط خاصی کواکب ممکنه که وقتی به خورشید نزدیک میشند بسوزند و اون اثرشون از بین بره یا در حاله خورشید قرار بگیرن که درجات خاصی داره اینم و این موضوع هم شامل میشه. وقتی که جنگ کواکب اتفاق بیفته، حتی اگر کوکبی که قانون آسترولوژی میگه که این حاکم در این جنگ میشه، خب اگر در حاله خورشید قرار بگیره این اثرش میسوزه و این قانون برعکس میشه. اگر کوکب جلوتر باشه، کوکب عقبی احراق بشه، کوکب جلویی چیه؟ حکمران اون منطقه هست، حاکم اون منطقه و پیروز جنگه. این حالا یه موضوعی بود که گفتم خدمت دوستان عرض بکنم به عنوان درس هایی که حالا ممکنه بعضا همچین درس هایی داشته باشیم که به صورت صوت اجرا بکنیم به دلیل اینکه وقت دوستان گرفته نشه، حجم اینترنت خیلی زیاد میشه و سرعت اینترنت خیلی پایینه، دوستان نمیتونن دانلود بکنن. حالا اینم ببینیم که در جلسات آینده چی پیش میاد. امیدوارم که موفق باشید.